با بچه هایم سر سفره نمیشینم و ای که من سینه مرغ میخورم و اونا یه غذای ساده خیلی برام سخته. حتی یک روز من رفتم تمرین، مادرش میگفت دیگه سینه مرغ نداری. گفتم خدا کریمه. و وقتی برگشتم دیدم که همون سهمیه رژیم رو آورد. گفتم خب چرا با من شوخی میکنی؟ در این موقعیت من تحمل شوخی رو ندارم. گفت یک لحظه صبر کن. دو بچه های من صدا کردن کیهان آرمان گفت بابا با مادر دعوا نکن، تقصیر مادر نیست، ما قلک های خودم میده کردیم بر تو سینه مرغ خریدیم. من با این حالت قهرمانی رو بدستم. و گریه های من درش هم دردهای پنهانی است، هم خوشحالی که من تانستم با زحمت و کوشش خودم به عنوان یک عضوی از جامعه بزرگ افغانستان این پرچم رو به اهتزاز در بیارم و افتخار بیافرینم. چون کوچیک که بودم تلویزیون ها رو زیاد میدیدم، قهرمان ها رو میدیدم که سرود ملی وطنشون خوانده میشه و من یه آرزو رو داشتم. میگن گریه برای مرد نیست، ولی اشتباه. مردی که نتونه گریه کنه یعنی احساس